کتاب منبع دانش و سرچشمه دریای عقل و مخزن عقل و خرد در تمام دوره‌های حیاتی انسان اعتراف شده است و محض توسط کتاب میراث گرانبهای علمی و ادبی فرهنگ و تمدن خلق تاجیک تا به ما آمده رسیده است. محض همین کتاب بود که گذشتگان ما راه امروزه ما را به زندگی روشن نمودند و بیهوده نیست که کتاب را فروغ صبح دانایی و انیس کنج تنهایی نامیدند و اینچنین در تعبیر خلقی گفتند خانه بی کتاب روز بی آفتاب را میماند که این واقعا هم درست است. اگر در جمعیت کتاب و کتابخانه رشد کند ما میبینیم که جوانان آینده خود را به زندگی تغییر میدهند. هستی انسان در جمعیت وابسته به مفکوره و عقل و خرد او وابسته است. اگر هر یک جوان روز خود را کم و بیش به کتابخانه صرف کند ما میبینیم که در دوام ماه و یا سال ذهنی او چقدر رشد میکند و این چیز واقعیت هم هست که انسان ها در هستی خود یک جوهر یک استعداد دارند که اگر آن را رشد ندهند تکمیل ندهند آن استعداد آهسته آهسته از بین می رود و محض همین کتاب و کتابخانه است که ملکه و مهارت جوانان را رشد می دهد و در ضمیر آنها حس خودشناسی، خودآگاهی و آینده نیک را پرورش می دهد و ما از آن خوشبختیم که در تاریخ تمدن خلق تاجیک کتاب و موقع آن جایگاه خاصه دارد. هنوز سرآمدان ادبیات تاجیک در وصف کتاب سخنهای ماندگار گفتند، عقل و دانش را مایه سرفرازی و خوشبختی روزگار دانستند و آهسته آهسته این عنعنه نیک تا به دوره ما آمده رسیده است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جایگاه کتاب و کتابخانه باز هم بیشتر گردید. با تشبث اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشورمان راه اندازی گردیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. البته این یک دستاورد خیلی بزرگ محسوب می‌یابد. مشاهده می‌نماییم که امروز تمام قشرهای جامعه از خرد تا به کلانسال نابسته از سن و سال و کسب و هنر به کتابخانه مشغول می‌باشند و توسط این تفکر ذهنیت خود را رشد می‌دهند. در برابر این با مقصد اجرای هدف‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تمام منطقه‌های کشور چاره‌بینی‌های علاهیده صورت گرفته ایستاده است که در زمینه همین سازندگی و بنیادکاری ها و تطبیق گردیدن سیاست خردمندانه محترم پیشوای ملت در ولایت ختلان که با فرمایش رئیس ولایت سال 2025 سال فرهنگ کتابخانه اعلام گردیده است که این هم یکی از اقدام‌های سازنده در این سمت میباشد. ما برای نظریم که این تشبثکاری‌ها در بین قشرهای گوناگون جامعه ما باز هم یک دیگرگونی به بار می‌آورد و هر یک خوانندگان، هر یک دانشجو و دیگر قشرهای جامعه کوشش میکنند که در عملی شوی چنین تدبیرکاری‌ها و چنین سازندگی‌ها سهم خود را گذارند و به اندیشه من باید که هر یک جوان نابسته از برگزاری آزمون و یا دیگر چاره‌بینی‌ها همیشه با کتاب باشد و کتاب را همچون همراز و مونس خود داند، چون که ما محض از همین کتاب دانش میگیریم، جهانبینی خود را وسیع میکنیم و تا حدی هم باشد در جمعیت موقع خود را میگذاریم. و چیز دیگر این است که جهانبینی انسان میتواند که با عینیت و ذهنیت نیز رشد کند و محض همین کتابخانه است که جهانبینی ذهنی ما را پیش از همه تکامل میدهد.